خب 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 چند دقیقه وقت داریم. زیاد دوستانی عزیز که اینترنت در تاجیکستان آنقدر خوب نیست و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک خوب میشه، چون چند پیش شنیده بودم که جناب ولی محترم علی رحمان فرمان دادن که اینترنت رو در تاجیکستان خوب کنند. بله دارم که در روزهای نزدیک بله. حتما خوب میشه. و تماشابینان الکی خب یک نفر شدن، نه الکی 3 نفر و باور دارم که خب شمارهشون بازم زیادتر میشود. و بچهای عزیز، تماشابینان عزیز ما الکی ما 12 دقیقه وقت داریم، خیلی هم وقتی کم داریم. فکر میکنم که در این وقتی کم فقط سخن درباره خیر و خوش کردن، درباره خداحافظی کردن میشود. و در اینجا شبنم جان از در فیسبوک و نکردیم، به کس جواب ندادیم، فکر میکنم میرنجند اونها. برای همین اگر تا آخر تماشا کنید در فیسبوک، عذر زیاد که ما نتوانستیم کامنتاری شما رو، سوالهای شما رو مطالعه کنیم و پیشکی عذر میخوام که نتوانستیم، چون که در اینجا یک بار هم یوتیوب هم فیسبوک میرود، به همین خاطر من نمیتونم به هر دوش با همراهی رفیع جواب دهم. و خب به یوتیوب میگذاریم. سلام علیکم رفائل، یک شعر خانه ما گوش کنیم. خب رفائل جانی ما سراینده نیستند، هرگاه که سرود خون شدن سراینده شدن حتما برای شما برادر سرود میسرایند. و بازم SMS پیام رفائل درباره رستوران هندی تاج میگفتی، دوجه ترجمان بوده؟ درباره رستوران هندی تاج دوجه ترجمان نه، شاید یگان نفر شاید خطا کنید شما. متاسفانه من چند مرتبه من نقشه داشتم که به اون رستوران هندویی روم در تاجیکستان، چون که در دبی بسیار خوراکای آنها رو استعمال میکردم، اما تا حال وقت نشده است نرفتم. اما بعد از این سخن شما حتما من باید روم با اونجا. سلام، شهر سمره میگویند. سلام علیکم. و من میدونم زنده باشی شعری نری رفائل، من شوخی کردم. خب یک نفر دیگه یک چیستان بگو. بخدا بعد از همون چیستان تا اینجا زیادی بدمده که دیگه من یگان جایی که چیستان بینم حتی نمیخوانم، در اذیتشم نمیکنم. میدونی که اگر با ما وعده دهند که خوب قبول میکنند این چیستان رو، ما حتما در آخر برنامه پیش از خاموش کردن پیام‌های افیر حتما یک چیستان میگویم و نفرانی که با این چیستان جواب دارن میتونند که در پیام‌های افیر در زیر کامنتاری جوابش رو حتما نویسند. بله رفیق. خب بله پیش از وی سلام علیکم رفائل و شبنم، موفقیت ها خواهانم. شبنم دیگری مهمونی نمیروی یگانجا؟ دیگه مهمونی میروم حتما میروم. شبنم جان روز با توی دعوت شده است، بعد از این توی میروم حتما توی میروم، بعدی توی حتما با مهمونی میروم. و هم من و باز رفائل یک وقت در کمسنگیر در پیش مکتب 32 آبازی میکردیم، دیاداری؟ سلام دوشه. بله در کمسنگیر ما بسیار بازی میکردیم. حادثه به خاطرم رسید، صنف 5 میخوندیم در اونجا. بعد من سردار صنف بودم، بعد دمی بچه‌ها را گرفتیم، همه کسا آبازی رفتیم. تابستان بود، مای بود. صنف 5 خیلی کودک بودیم، ممکن نبود روبر سیمون معلم انگلیسی بودن. بعد رفتیم آبازی کردیم. بعد چندم درس که پگشت دخترو یا کسی بازی کرده معلمه را گفته که بچه‌ها دینا وای رفته بودن. بعد این بچه‌ها بسیار خولیگان بودن، همه را میزدن. من نقص درس میخوندم، خانه میزدن. با همونجا یکم بار مرا خنچک زده که بدون روبر سیمون برای بازی کردیم. انا همون کدام باشد یا هم صفتون یا معلمه را بچه‌ش دست در خاطرش میموند. خب سلام از غریبی. سلام. رفائل тебе сколько лет? 24 мне. 24 уже. شبنم شما در карантин نیست؟ نه خدا با شکر تا حال در جمهوری تاجیکستان عموما کرونا ویروس خب منحوس رو به قید نگرفتند و خدا با شکر که در ما карантин نیست و نمیشود. خب سلام همه کسا، همین برادرها یک چی شوخنده، همین برادرمون. بله برادرتون به حد شوخ است، من به همین خاطر. سلام علیکم. سوال برای رفائل، شما کجاگین که من منی؟ اصلی وطنی بابایم، من در خمسنگیر تولد با اصلی وطنی بابا بی هایم از غرب، یعنی هوید و تاجیکوبوت است. هواپیما کی پرواز میکند؟ خب یارو و صوفیا بونو درباره کدام هواپیما حرف میزده باشید؟ روشن‌تر بگید. راههای هوایی کی شده میشن شاید اما بررسی شده است بفکرم. بله الان شدن، من چنین فهمیدم که الان شدن و اگر نشده باشن حتما روزهای نزدیک شده میشود. و شبنم چند ساله؟ شبنم 21 ساله. رفائل سازی برات گفته است. سلامت باشی، شکر.
و الکی وقتمون کمون 8 دقیقمون خب زود باشد هر چی زودتر نویسید تا اینکه ما به سوال هر یکتون زودتر جواب دهیم تا اینکه از ما نرنجید از ما خفه نباشید و یک جا در پیشی کاری زین العابدین درس میگرفتیم یاد داری؟ در پیش کاری زین العابدین العابدین. نه فیگسی بکتای تا ماست بود ولی یک وقت ما درس قرآن نگرفتیم و خوشبختانه الحمدلله تا سوره تا یک مبینی از قفل بیان شود یک فهمیدم فهمیده بله شاید هم کسانی شد سوره امر از زود کردیم بعد تبارک بعد سوره یاسین کمترش از زود کردیم که با همین نمیدونم چی گپ شد بعد بس کردیم رفتم من تا با اویلا کار اومدم تا سوره یاسین از زود کردم سوره یاسین با اومدم اویلا با کار اومدم و با همین از کار زیاد الکی متاسفانه خوندن قرآن رو تا قبل به تأخیر گذاشتیم و رافائل شما از کجا کوهستانگیر؟ کوهستانگیر از دوستی در دوستی ما در مرکز زندگانی میکردیم و باز اینجا شما نام تاجیکی دارین؟ رافائل تاجیکی نیست رافائل ما تاجیکیش کردیم بله خب دوام دید التماس قرآن رو حتما دوام بدیم حتما انشاءالله منشأ رمضان است کش میکنید که گناهی که یک سال بوده بله یک سال گناه ما رو انشاءالله که خداوند میبخشد و 6 دقیقه وقتمون خیلی هم متاسفم که با تماشاگران عزیزم الکی خیر خوش میکنم و باز در اینجا مینویسن دختر شوهر داری؟ نه متاسفانه حالا شوهر ندارم توی شما با عبدالرزاق کی میشود؟ سلام شبنم خوب فیردوس بر ما الکی در این باره سخن گفتیم توی من با عبدالرزاق نه ولی توی هم که برگزار شد حتما دعوت میکنم خب تمام شبنم جان خب با همین دوستان عزیز عذر زیاد به سوال کسی که جواب نداده باشیم با شبنم تشکر برای دعوتشون باری دیگر و با شما موفقیت بگذار که هر هفته برنامه‌هایتون بله تشکر به شما و باقی در پناه خدا باشید همیشه موفق باشید همیشه سلامت باشید و آیلا و تاجیک بچه را دستگیری کنید و همیشه ما رو تماشا کنید ما با سخنهای شما با تماشای شما با دستگیری شما زیاد نیاز داریم و خود را احتیاط کنید پناه خدا باشید تشکر رافائل جان باری دیگر و بزو جان میتونید که الکی خاموش کنید خب بای بای خیر سلامتی عمر دراز موفقیت نیبالیتی خلاص تمام